روز سه‌شنبه وزارت مدافع روسیه اطلاع داد که هواپیماهای جنگی این کشور از پایگاه‌های ایرانی به هوا خسته هدفها در سوریه را بمباران کردند. به قول همین منبع هواپیمای تو-22M3 در ولایت‌های حلب، ادلیب و دیر از زور بر ضد گروه دولت اسلامی و جبهت النصره عملیات پیش بردند. قبلا رسانه‌های روسی خبر داده بودند که کرمل برای عملیات بر ضد افراطگراها در سوریه هواپیماهای جنگی تو-22 را در پایگاه‌های هوایی همدان ایران مستقر کرده است. هزاران نفر از ساکنان شهر منبیج سوریه که از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد به خانه‌هایشان برمیگردند. روز جمعه گذشته نیروهای دموکراتی سوریه که از طرف آمریکا حمایت می‌شوند گفتند که منبیج را از حضور جنگجویان پاک کردند. این شهر را که در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد تندروان اسلامی سال 2014 اشغال کرده بودند و از دست دادن آن برایشان شکستی بزرگ به حساب می رود. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد. پیشوای شورای نظامی شهر منبیج در شمال سوریه اعلام کرد این شهر و اطراف آن را از دست جنگجویان گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی آزاد کردند. عدنان ابو امجد روز 15 اوگوست ضمن صحبت در داخل شهر از ساکنان منبیج خواست به شهرشان برگردند و در بازسازی آن کمک کنند. امروز من از تمام فرزندان منبیج، عرب‌ها، کرد و چچن‌ها و ترکمن و ارمنی‌ها می‌خواهم در هر کجایی که هستند و پناه بردند، چی در کوبانی، چی در ترکیه و یا عراق، به شهر آزادشان برگردند و در مدیریت و بازسازی آن شرکت کنند. عدنان ابو امجد همچنین گفت عملیات نظامی تا زمان کاملا پاکسازی شدن اطراف منبیج از دست گروه دولت اسلامی ادامه می کند. همین هفته در اینترنت ویدیوهایی را از منبیج نشر کردند که نشان می‌دهد ساکنان از فرار جنگجویان از شهرشان شادی و خرسندی می کنند. نیروهای دموکراتی سوریه، یک گروهی که از طرف امریکا حمایت می شود، روز 12 اوگوست اعلام کرد شهر منبیج در نزدیکی مرز ترکیه را از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی گرفته است. این جنگجویان برای محافظت خود از ساکنان آسایشته به حیث سپر زنده استفاده می کردند. عدنان ابو امجد می گوید ضمن نبردها هزاران جنگجو را کشتند. آمار مقدماتی از عملیات آزاد کردن منبیج و ناحیه‌های آن که با آزادی شهر انجامید چنین است: 4180 دشمن را کشتیم، جسد 1724 نفرشان را داریم. از حساب جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی 112 نفر را اسیر گرفتیم. از دست دادن منبیج یک ضربه سخت به گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی است، چون این شهر برای گروه اهمیت استراتژیکی داشت و همچون راه ورود جهادیان خارجی به سوریه و تامین آذوقه از مرز ترکیه خدمت می‌کرد.